تون در مورد تاریخچه فری بی اس سی و بی اس دی و کلا بی اس سی بهتون بگم و ببینیم چی اول از همه. بعدم میریم توی ویرچوال ماشینمون فری بی اس سی رو نصب میکنیم و یکم باش کار میکنیم. خب قبل از اینکه ببینیم فری بی اس سی چیه میریم ببینیم بی اس سی چیه. بی اس سی یا Berkeley Software Distribution یه توزیع در واقع که ادامه داده نمیشه است که تو سال 1978 توسعه داده شد و یه توزیع یونیکس لایک بود که خیلی داشت موفق عمل میکرد تا اینکه به یه در واقع شرکت AT&T ازش شکایت کرد و وارد چیزای قضایی شد و باعث شد توسعهش به وقفه بخوره. آره تو سال 1992 بود که با یه دونه پرونده قضایی شد و باعث شد تو 2 سال در 2 سال خیلی توسعهش کند بشه این سیستم عامل و تو اون 2 سال معلوم نبود شرایط در واقع بی اس سی چجوری باشه که آیا قرار است ادامه ممکن بود بعد مثلا این شکایت کلا پرونده بی اس سی بسته شد و این سیستم عامل دیگه وجود خارجی نداشته باشه. به خاطر همین تو اون تایم ملت بیشتر رفتن سمت لینوکس که تازه توسط لینوکس توروارد حالا ساخته شده بود و یکی از دلایل موفقیت لینوکس هم میتونه این باشه که تو اون تایم بی اس سی درگیر این موضوعات بود و ملت ترجیح دادن برن سمت سیستم عامل آزاد و که درگیر همین مشکلات قضایی نباشه. خب در مورد بی اس تی میتونم این نمودارم بهتون نشون بدم که ما یونیکس رو داشتیم توسعه داده شد ازش یه فورک بی اس سی رو ساختن که نه که ازش بی اس سی رو ساختن یونیکس لاک دیگه بی اس سی ها نسخه مختلفش اومد و روی بی اس تی این تایم ها بود که دیگه بی اس سی شرایط خوش از دست داد و بیشتر ملت رفتن سمت لینوکس. این تایم هم سمت 1992 اینا بی اس تی نت 2 اومد که روی اون 386 بی اس سی دادن که روی اون فری بی اس سی توسعه داده شد که امروز ما نسخه 14 فری بی اس سی هم داریم که میخوام امروز با نسخه 14 شروع کنیم و نصبش کنیم که داره تا امروز هم توسعه داده میشه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ولی خب سرصد بخوایم مارکت شیر سیستم عامل نگاه کنیم بی اس تی الان حدود 0.01% سیستم عامل رو داره ولی خب ما دوست داریم ازش استفاده میکنیم الان. خب بریم سراغ فری بی اس سی. فری بی اس سی هم یه فورک از 386 بی اس سی بود که فورک نه همون در واقع روی اون دیولپ داده شد که تقریبا معروف ترین توزیع حالا فری بی اس سی نه هم به بی اس سی هم توزیع میگن نه ولی آره فری بی اس سی فرقی که با لینوکس داره کلا بی اس سی ها اینه که بی اس سی یه سیستم عامل کامله. همین فری بی اس سی یک سیستم عامل کامله، همه چی داره، کرنل داره، درایورها رو داره، کل ابزارا رو داره، برعکس لینوکس که فقط کرنله و در واقع گنو لینوکسه که ما اون سیستم عاملی که میشناسیم هستش. ولی خب فری بی اس سی دیگه همین الانش هم داره از ابزارهای گنو استفاده میکنه و دیگه اون بی اس دی حالا خالصه که ما دنبالش فکر می‌کردیم نیست. فری بی اس سی برعکس لینوکس که از کپی لفت جی پی ال استفاده میکنه از خود بی اس سی لایسنس استفاده میکنه که باعث میشه آدم‌ها، شرکت‌ها، هر کسی بتونه بی اس سی رو استفاده کنه و حالا تجاریش کنه بدون که حتی نامی ازش بره. مثل داروین که در واقع روی بی اس سی فری بی اس سی توسعه داده شده بود. داروین همون در واقع هسته سیستم عامل مک او اس، آی او اس و کلا سیستم عامل اپل. و حتی یه چیز جالب که بدونیم فری بی اس سی در واقع روش سیستم عامل پلی استیشن 3 و 4 و 5 هم توسعه دادن. پکیج منیجر بی اس سی پی کی جی همون پکیج منیجمنت سیستم
و چیزی که خیلی خوبه تو فری بی اس سی پورتاشه که میتونین از روی سورس در واقع استفاده کنیم پکیج رو. فکر کنم کمپایل میکنم، نمیدونم، تست میکنم، امروز تست میکنم. دیگه در مورد بی اس تی چیزی ندارم بگم دیگه. خب برای نصب فری بی اس سی وارد فری بی اس سی organization میشین، organization هر چیزی میشیم و میزنین دانلود فری بی اس سی، میریم پایین نسخه ویرچوال ماشین داره که ما امروز کاری باش نداریم چون خودمون میخوایم نصبش کنیم. در واقع آماده است برای ویرچوال ماشین ولی ما میخوایم خودمون نصبش کنیم. خب با توجه به پردازنده که دارین، من حالا چون x86 اینتل میزنم روی این و یکی از اینا رو نصب کنیم که این یه نسخه خیلی مینیمالش بود که حالا ما بیاریم بالا سیستم. اگه میخواین خیلی کامل هم باشه این دیسک رو نصب کنید. این حقیقتا یادم رفت چیه ولی فکر نکنم زیاد فرق داشته باشه. آره خب ویرچوال ماشین رو بالا میاریم. یه دونه ماشین جدید میسازیم، اسمش رو میذاریم FreeBSD و ایزو FreeBSD رو انتخاب میکنیم. Next. من چون هر چی کلان رم دارم 2 گیگ بشینم، شما هر چقدر داریم بیشتر بدین، نمیدونم. پروسسورم 2 هسته بهش میدم. راستی من از ویرچوال باکس برای ویرچوال ماشین مجازی استفاده میکنم، ساختن ماشین مجازی. شما هر چیز دیگه میتونید استفاده کنید ولی خب من ویرچوال باکس رو راحت‌ترم. 2 تا هسته سی پی یو هم بهش میدیم به ماشینمون، ماشین مجازیمون. من 30 گیگ بهش دیسک میدم دیگه. اوکی دیگه. بریم تو تنظیماتش ببینیم چیزی جا نمانده است. این دیسپلی یکم ویدیو مموریشو بیشتر میکنیم. همه چی اوکیه. خب ماشین مجازیمون رو بالا میاریم. به به. بوت اینستالر. خب ما یکو میزنیم، یعنی اینتر رو میزنیم که اینستالرش بیاد بالا. تا این میاد بالا من یکم وضع این چیز رو درست کنم، خیلی بده ویو شو. خب ببخشید برای این کیفیت بد دیگه بریم تو حالت اسکیل مود. خب Welcome to FreeBSD. ما اینستال رو میزنیم منطقاً با همون دیفالتاش میریم جلو. میگه اسم هاستیمو بذار، میذاریم حسویام مثلا. میگه دوست داری چه کامپوننت هایی نصب کنی. ما خود کرنل رو میخوایم، پورتا هم میخوایم، دیگه چی رو میخوایم. همین فکر کنم اوکی باشه. اوکی. نتورک میخواد وصل شه. ما تو ویرچوال ماشینیم پس باید زیاد به مشکلی بخوریم منطقا. ما IPv6 ما نمیخوایم، همین اوکیه دیگه. این پایین رو اگه میبینید نوشته برای بالای کمتر از 8 گیرم باید بریم تو ویکی خودش و ببینیم باید چیکار کنیم. ما حوصله نداریم، همین رو پیش میریم که به مشکل نخوریم. میگه پارتیشن بندی میکنی یا کل دیسکو میکنی. سیستم عامل ما کل دیسکو میکنیم. MBR میکنیم. سیستم فایل چی دارم میگم. اوکی. کامیت. میگه کدوم سرور رو برای نصب پکیج استفاده میکنی. من خود سرور اصلیشو میدم.
خب تا این هست میشه من شما رو ترک کنم دیاره. خب الان در واقع اینستالر ما فایل رو دانلود کرد، TETXZ ها رو نمیدونم چه پسفندیه، فشار سازی احتمالا منطقه الان داره اکسترکشون میکنه و سیستم در حال نصب شدن است. خب FreeBSC ما کار رو انجام داد و نصب شد و الان باید ما یک یوزر بسازیم فکر کنم. خب پسورد روتمون رو 123 تایممون رو ترون کو کشوری اوکی ایران. بله تاریخ مهم نیست میگه چی سرویس ها دوست داریم موقع استارت بوت بشن. همین اوکی چون اصلا نمیدونم چیم اینا نمیدونم چیم. دوست داری به سیستم عامل یوزر اد کنی؟ بله دوست دارم، اد میکنم خودمو. دیگه دیفالت میگه شلمون چی باشه؟ من میذارم اون SH باشه چون ZSH تو گزینه‌اش نیست، اگه شد بعدا نصب کن. میگه هوم دایرکتوری دیفالت میذارم باشه، پریمیشن دیفالت میگه دوست پسورد رندوم باشه، میگم نه همون دوباره 123 میگه دوست داری بپری بیرون پرت کنیم بیرون بعد اینکه اکانت ساختی؟ میگم نه. خب میگه ایناست، ما هم میگیم بله. میگه دوست داری یوزر دیگه اد کنیم؟ ما میگیم نه. اگزیت رو میزنیم و میرویم که تموم بشه. میگه دوست داری قبل از اینکه اینستالر بری بیرون یه تستی بکنیم؟ میگیم نه ما میخوایم ریبوت کنیم و شات داون رو میزنیم تا خود ویرچوال باکس ایزو در بیاریم و بعد در واقع سیستم رو دوباره بیاریم بالا. خب میایم تو ستینگ، تو استوریج، اینجا CD FreeBSC مون و CD ایزو FreeBSC مون رو در میاریم از ویرچوال درایومون و دوباره ران میکنیم. خب سیستم عامل FreeBSC مون اومد بالا، میگه دوست داری مولتی یوزر به سینگل یوزر؟ ما میگیم مولتی برو. خب با یوزر دانیال لاگین میکنیم و بله سیستم عامل BSC ما اومد بالا. خب بذاریم چه دستوراتی دارد، من تا حالا با BSC کار نکردم. خب CD میکنیم به روتمون ببینیم اینجا چه فرقی با لینوکس داره. خب ریسکیو من نمیدونم چیه، لیب اکزیکیوت هم نمیدونم چیه، کپی رایت داره. اوکی ما میریم هممون با پکیج منیجر
PKG هم کار میکنیم. برای نصب ما باید خب برای نصب یه پکیج ما میذاریم PKG install neofetch مثلا. اگه داشته باشه فکر کنم ندارد. حدس زنم باید داریم تو روت تا بتونیم اجرا بکنیم. خب به این مشکل عجیبی خوردیم. من سرچ کنم نه مشکلمون چیه. خب بعد از تلاش‌های فراوان متوجه شدیم که ما یوزرمون روت نیست و من باید سیستم رو دوباره بیارم بالا و با سینگل یوزر مود یوزر خودم رو به روت اد کنم و به گروپ ویل اگه اشتباه نکنم که میشه روت کرد اد کنم تا بتونیم از PKG استفاده کنیم. خب دوستان من نتونستم راهی برای نصب پکیج رو پیدا کنم. اگه راهنمایی چیزی داشتین به من کمک کنید تو کامنت ها. من بالا آوردم یوزر سینگل مود ولی خب اتفاقی نیفتاد، یعنی بازم به همون مشکل خوردم. مرسی که ویدیو رو دیدید. من دانیال بودم و تا درودی دیگر بدرود.